سلام، وقتتون بخیر. من نیکی هستم از کانال دروازه رنگین کمان. خوش اومدید به یک پادکست متافیزیکی دیگه. در این اپیزود ادامه مبحث اگرگورها رو با هم داریم. ما در اپیزود قبلی متوجه شدیم که اگرگورها چطور با تجمع افکار مشترک افراد شکل میگیرند. توده‌های انرژی برنامه‌ریزی شده‌ای دقیقاً مثل یک الگوریتم هوشمند. فهمیدیم این ساختارها میتونن مثبت مثل صلح یا منفی مثل ترس و ترومای جمعی باشند و به عنوان بانک‌های هوشمند انرژی جریان‌های ظریف کیهانی رو مدیریت میکنن. اونا با ارائه سود هیجانی مثل حس تعلق یا تخلیه عاطفی توجه مردم رو جلب میکنن و از این موضوع تغذیه میشن. حتی فهمیدیم چطور صاحبان قدرت و رسانه ها میتونند با تزریق هیجان یا سرمایه گذاری روی افراد مستعد ذهن توده افراد رو به این اگرگورها متصل کنند. در نهایت متوجه شدیم افکار ما سوختهای اصلی این جریانات هستند و تنها راه حفاظت از انرژی شخصی تمرین خودمشاهده‌گری و آگاهی از ورودی‌های امنه. خب، این یک جمع‌بندی کلی از خود مبحث اگرگورها بود، اما همونطور که در پادکست های قبلی بهتون قول داده بودم امروز یک بخش دیگه هم داریم. میخوایم درباره آرکان ها صحبت کنیم، یک رده بالاتر و پیچیده تر از همون انگل های اختری که قبلا با اونها آشنا شدید. در واقع میشه گفت آرکان‌ها یکی از هوشمندترین انگل‌های اختری هستند که توانایی ایجاد اگرگور رو دارند. قبل از اینکه بریم سراغ کارکردشون اول باید ببینیم اصلاً ریشه کلمه آرکان از کجا میاد. واژه آرکان در زبان یونان باستان به معنای حاکم، فرمانروا یا ارباب هست. در متون کهن گنوسی آرکان‌ها بالاترین و هوشمندترین رده در مثلث انگل‌های اختری محسوب میشن. ببینید دوستان، من اصلا نمیخوام این مبحث رو براتون پیچیده و سخت کنم. ولی خب در دنیای متافیزیک پشت هر کلمه و مفهوم هزاران حرف و داستان دیگه خوابیده که خودش میتونه یک دنیای کامل باشه. پس بذارید همینجا یک پرانتز مهم تاریخی رو براتون باز کنم. برای اینکه آرکان‌ها رو درست درک بکنید، باید بدونید که در متون و تفکرات گنوسی به ویژه دست‌نوشته‌های تاریخی نجع حمادی که حدود سال 1945 در مصر کشف شد، یک جهانبینی کاملاً متفاوت مطرح میشه. در این نگاه ما 3 مفهوم اصلی رو دنبال می‌کنیم. اول، خدای حقیقی یا همون مناد، منبع اصلی نور، عشق و آگاهی مطلق که خارج از این جهان مادی قرار داره. دوم، دمیورژ یا خالق کاذب، موجودی که بر اثر نادانی به وجود اومده، خودش رو تنها خدای جهان میدونه و این ماتریکس مادی و جهان فیزیکی رو ساخته. و سوم، آرکان‌ها، یعنی همین موجوداتی که توسط دمیورژ خلق شدن تا بهش در کنترل جهان مادی و زندانی نگه داشتن روح و آگاهی انسان‌ها کمک کنند. خب، حالا که این پرانتز تاریخی رو بستیم، بیایید ببینیم این آرکان‌ها در لایه‌های انرژی ما دقیقاً چطور کار می‌کنن. اول اینکه اینها موجوداتی کاملاً بیروح و غیر ارگانیک هستند. یعنی اون جرقه الهی یا آگاهی خالق که تو وجود ما انسان‌ها هست، تو وجود اونها اصلاً وجود نداره. دوم اینکه آرکان‌ها قدرت خلق واقعی ندارن. اونا فقط یک سری تقلیدگر هستن، چون خودشون نمیتونن چیزی رو از صفر خلق کنن. کارشون اینه که هر چیزی که توسط منبع اصلی خلق شده رو کپی، شبیه سازی، تحریف و یا فریبکاری کنند.
و سوم درباره ظاهرشون. در متون کهن آرکان‌ها رو گاهی شبیه جنین انسان، دقیقاً شبیه همین نژاد خاکستری‌ها در نظریه‌های مدرن و گاهی هم به شکل موجودات خزه‌مانند توصیف می‌کنند. اما مکانیزم اثرشون به چه صورته؟ توی متافیزیک مدرن آرکان‌ها در واقع انگل‌های ابعاد دیگه محسوب میشن. از اونجایی که آرکان‌ها به منبع اصلی نور و انرژی الهی وصل نیستن، هیچ منبع انرژی درونی از خودشون ندارن. بنابراین برای بقا و زنده موندنشون کاملا وابسته به این هستند که مثل یک انگل از انرژی حیاتی و آگاهی موجودات دیگه به خصوص انسان‌ها بتونن تغذیه بکنن. همونطور که توی اپیزود انگل‌های اختری درباره انرژی لوش به شما گفتم، آرکان‌ها دقیقاً از همین انرژی‌ها تغذیه می‌کنن، یعنی انرژی‌هایی که فرکانس و ارتعاش بسیار پایین داشته باشن. این سفره انرژی برای اونها شامل چه چیزایی میشه؟ ترس و وحشت، خشم و نفرت، اضطراب و استرس مزمن، احساس گناه، شرم، ناامیدی و از همه بزرگتر جنگ‌ها و کشمکش‌های دست جمعی. اما سوال مهم اینجاست، آرکان‌ها چطوری این انرژی را از ما بیرون می‌کشن؟ ببینید، این موجودات معمولاً هیچ وقت مستقیما جلوی چشم شما ظاهر نمیشن. بازی اونها کاملاً روانی و از طریق ذهن و افکار شماست. روش اولشون القای افکار منفیه. اونا نجواها و افکاری مثل تو به درد نمیخوری، همه علیه تو هستن، هیچ امیدی به آینده تو نیست رو میان به ذهنت القا میکنن، تزریق میکنن، طوری که شما کاملا گول میخورید و فکر میکنید این افکار تاریک متعلق به شخص شماست. روش دوم ایجاد چرخه‌های درام و تنش هست. اونا مدام تلاش میکنن توی رابطه ها و خانواده یا زندگی روزمرتون درگیری و دعوا ایجاد کنن. چرا؟ چون هر بار که یک انفجار احساسی منفی در شما رخ میده، حجم عظیمی از انرژی لوش آزاد میشه و اونا میتونن راحت تغذیه کنن. و روش سوم نفوذ از طریق آنتن‌های انسانیه. امروز دیگه حتی نیاز ندارن که بیان تک تک شماها رو پیدا بکنن، توی گوشتون نجوا کنن و بخوان تک به تک به این موضوع بپردازن. چرا؟ چون سیستمشون رو کاملا هوشمند و خودکار کردند. اونا خیلی راحت میان یک نفر رو که نفوذ زیادی داره هدف قرار میدن. این شخص میتونه یک مجری معروف، یک بلاگر میلیونی، یک هنرمند و یا حتی متاسفانه یک استاد معنوی نما باشه. وقتی اون فرد در کنترل یا تسخیر این فرکانس قرار میگیره، دیگه نیازی نیست خود آرکان‌ها وارد عمل بشن و مستقیم حرکتی رو انجام بدن. اون بلاگر یا اون مجری با یک پست، یک ویدیو، یک شایعه یا القای یک حس ناامنی و ترس جمعی به راحتی کار اونها رو برای میلیون‌ها نفر انجام میده. اون شخص رسما میشه بلندگوی آرکان‌ها و با دست خودش سفره انرژی میلیون‌ها انسان رو برای اونها پهن میکنه. اما در واقع اگر از نگاه گنوسی به کل این جریان نگاه کنیم، سیستم نیروهای تاریک کاملا سلسله مراتبی کار میکنه. در رأس این شبکه آرکان‌ها قرار دارن. اونا نقشه کشی و کنترل کانون‌های اصلی زمین رو بر عهده دارن. توی لایه بعدی اگروگورهای منفی هستن، یعنی همون باورهای غلط و ترس‌های جمعی که آرکان‌ها ازشون به عنوان ابزار ساختاری استفاده می‌کنند و خود انسان‌ها ناآگاهانه بهشون پر و بال میدن. و در لایه اجرایی اهریمن‌ها یا دیوها قرار دارند. اونها کارگزاران فردی این سیستم هستند تا مطمئن بشن تک تک انسان‌ها درگیر زنجیره‌های روانی منفی میمونند و انرژی حیاتیشون قطره قطره تخلیه میشه. حالا بیایید ببینیم این کارخانه و چرخه استخراج انرژی گام به گام و دقیق‌تر چطور داره کار میکنه. توی گام اول تزریق ایده هست.
آرکان‌ها با تزریق ایده‌ها، افکار و ترس‌های القایی به ذهن انسان‌ها توجه و انرژی عاطفی توده‌ها رو به سمت یک انرژی مشخص شده که خودشون میخوان هدایت میکنند. توی گام دوم خلق اگروگور هست. زمانی که میلیون ها نفر انرژی روانی و احساسات فرکانس پایین خودشون رو روی این ایده ها متمرکز میکنند، یک اگروگور انسجام یافته و پرقدرت در ابعاد اتری شکل میگیره. توی گام سوم شبکه سازی با آنتن های زنده رو داریم. حالا آرکان ها وارد عمل شدن و با دادن شهرت، ثروت و کاریزما به افراد تاثیرگذار مثل برخی چهره ها یا بلاگرها، اونها رو به آنتن های تقویت کننده برای اون اگروگور تبدیل می کنند. در گام چهارم خودکارسازی فرایند رو دنبال می کنیم. این اگروگورها مثل یک ماشین خودکار رفتارهای وسواسی، وابستگی و هیجانات منفی رو در بدنه جامعه بازتولید و نهادینه می کنند و در گام نهایی تسویه و استخراج لوش رو خواهیم داشت. در نهایت این شبکه بزرگ اگروگورها انرژی آزاد شده از توده ها، همون انرژی لوش رو تسویه میکنه و اون رو به فرکانسی تبدیل میکنه که کاملا قابل تغذیه برای آرکان هاست. اما یک خبر خوب هم داریم. خبر خوب اینجاست که درست همین مکانیزم برای جبهه نور هم کار میکنه. ما مجبور نیستیم قربانی این چرخه باشیم. ما میتونیم با افکارمون، با آگاهی هامون، با ساختن جامعه های سالم و نوری دوباره قدرت رو توی دستمون بگیریم. میتونیم با نیت های پاکمون اگروگورهای بزرگی از عشق، صلح، همدلی و دانش خلق کنیم تا بتونیم دقیقاً همونطوری که شایسته است زندگی روی زمین رو هدایت کنیم و به رشد و تمدن بشری دوباره برگردیم و ادامه بدیم. یادتون باشه هیچ کس نمیتونه انرژی های شما رو بدزده مگر اینکه خودتون ناآگاهانه یا آگاهانه سفره رو براش پهن کرده باشید. پس نباید بذاریم کسی انرژی و فرکانس وجودمون رو خالی کنه. متشکرم که در این قسمت هم همراه من و کانال خودتون یعنی دروازه رنگین کمان بودید. اگر این مبحث برای شما آگاه کننده بوده حتما پادکست رو لایک کنید و برام کامنت بذارید تا به دست افراد بیشتری برسه. ما مبحث اگروگورها رو همینجا میبندیم. برام توی کامنت ها بنویسید که دوست دارید در اپیزودهای بعدی درباره چه موضوعی با شما گفتگو کنم. و یادتون باشه مثل همیشه دوستتون دارم. در پناه دارماهاتون باشید و نماسته.